تا حالا به این فکر کردیم ریشه درگیری اسرائیل و فلسطین از کجاست؟ برای پاسخ به این سوال باید اول به این سوال جواب بدیم که اسرائیل چطور متولد شد؟ عده‌ای از جاهای مختلف دنیا به صورت سازماندهی شده اومدن یک جای جدیدی، یک کشور تازه‌ای رو درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیام اینو تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز برای ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس و قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن، ولی چی شد که همچین شد؟ چی شد که همچین حمایتی شکل گرفت؟ یک بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور که مقدار زیادی این رو توضیح میده. بالفور اسم یک سیاستمدار بریتانیایی در اوایل قرن 20 بود. بیانیه بالفور رو دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول صادر و ازش حمایت کرد. در این بیانیه عنوان شده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن شن. فلسطین اون زمان منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی. جمعیتش عمدتاً مسلمان، بعد هم تعدادی مسیحی و اقلیتی هم یهودی. ما شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر بود که نهایتاً مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این بیانیه بالفور ماره 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده‌ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بفهمیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی عده‌ای از یهودیان در اروپا طرفدار این ایده شدند که یهودیت فقط دین ما نیست، یهودی بودن هویت قومی و ملیت ماست. یادمون باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داریم و زندگی میکنن، اما اینا همه جا اقلیت هستند و اقلیت کوچکی هم هستند. معمولا هیچ جا کشورشون نیست، ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یک عده‌ای هم از یهودی‌ها شروع میکنن رفتن به سرزمین فلسطین. کی؟ 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه نگار یهودی به نام تئودور هرسل اهل اتریش مجارستان میاد یه مقاله‌ای منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم. اهل فکر دربارش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم. در فلسطین هم باید بریم این کارو بکنیم. برای این کارم یه سری اقدامات هم لازمه، مثل تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی اینها. بعد قدم‌هایی باید برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و راجع به این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه. کسی که بعد این آقا رئیس بنیاد صهیونیسم شد هیم وایزمن بود. اون برنامه‌اش این بود که حمایت بین‌المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن خب اکثریت مسلمونن، هیچ مسیحی هایی هم که هستن کاتولیک هاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکس هاشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا اینجا بی متحد مونده که یه مشکلی هم بریتانیا با یهودیا داره. آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده. اینا دارن فرار میکنن، از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا. دوباره جا میگردن واسه اینا. مثلا یه گزینه این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، در اوگاندا بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیست راضی بود انگار به این راه حل، چون اصل براش دولت یهودی داشتن بود توی این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست می آورد، منتها اون که مرد این جانشین از مخالفان ایده بود. گفت نه، آفریقا چیه؟ اوگاندا چیه؟ اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیایی ها. ما باید بریم فلسطین. اینطوری دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودی‌ها برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شروع شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه.
بعدن عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچین که دولت عثمانی اومد در جنگ، حامیان صهیونیست در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. بالفور اون موقع نخست وزیر نبود. حزب اپوزیسیون دولت بود ولی سیاستمدار مهمی بود. بریتانیایی ها داشتن به شریف حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. در واقع اینا میخواستن از درون هم حمله‌ای به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی شکست خورد به شما عرب ها استقلال بدیم، مرزا رو هم میدیم، اصلا شما خودت بکش، به جز یه بخشی از سوریه که غرب دمشق مثل حلب و این بعدن دردسر شد چون فلسطین غرب دمشق، منتها اسمش به طور مشخص اونجا نیاورده بودن. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بود. اولین اتفاق این بود که سایکس پیکو امضا شد. قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از اینکه جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن. بقایای عثمانی چطوری قرار تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد سایکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین المللی باشه. در بریتانیا دولت عوض شد و بالفور شد وزیر امور خارجه. برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینا کارشو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه، کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه. بعد از جنگ ما باید اینا رو ورداریم، تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم، بره پی کارش. اینجا دولت بریتانیا 3 تا گروه ذی‌نفع رو باید مدیریت میکرد. هم فرانسه، هم عرب‌ها و هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه یا همون بالفور. بالفور حالا باید میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیست بود صحبت میکرد. فرانسوی‌ها تا اون موقع قرارشون با همون قرارداد سایکس پیکو بود. خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن. برعکس بریتانیایی‌ها اونها داشتن در خانه خودشون می‌جنگیدن. فرانسه تو منطقه هم نبود. بریتانیا چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. خلاصه فرانسوی‌ها یه خورده غایب شدن. درباره سایکس پیکو شروع کردن مذاکره کردن. بریتانیا هم شروع کرد حمایت از صهیونیست رو کم کم تزریق کرد به سیاستمداران فرانسه. اواخر جنگ شد، بریتانیا کم کم متقاعد کرد فرانسه هم بیاد بشه حامی یهودیا در فلسطین. حمایت پاپ هم جلب شد. بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکا رو هم جلب کرد. قرار شد که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایتشون رو. این شد بیانیه بالفور. در سال 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. بیانیه هم کلاً 67 کلمه بیشتر نیست. 1. اینکه در فلسطین یک نشرال هوم یعنی یک خانه ملی برای یهودیان احداث بشه. دقت کنید چقدر گنگه. 2. یهودیای ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن. یعنی چی؟ نگفتن. 3. یهودیای ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن. این رو هم توضیح ندادن. 4. به حقوق یهودی هایی که خارج از فلسطین هستن کسی نباید اعتراض کنه. این بیانیه بالفوره که مفهوم خیلی گنگی داره و دقیق نیست. انگار عمدن اینجوری نوشته شده. یهودی‌ها از این بیانیه خیلی استقبال کردن، مخصوصاً صهیونیست‌ها. تعداد صهیونیست شدن یهودی‌ها بیشتر شد، فقط در آمریکا 20 برابر شد. از طرف دیگه فلسطینی‌ها و اعراب به شدت اعتراض کردند. فلسطینی‌ها میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن آدمای غیر بومی بیان توی این سرزمین ما، اونم در جهان عرب ساکن باشن، که خب درست میگفتن و حق هم داشتن. اعراب خارج از فلسطین میگفتن قرار بود ما خودمون بیاین سلطنت کنیم، اما اینطوری بود که اسرائیل شکل گرفت.